سه طایفه از گفت پیغمبر که اینها قطع پروردگار روز قیامت صحبت نمی کند، اینها را به نظر رحمت نظر نمی کند، ولا یزکیهم، اینها را پاک نمی کند. باز اینها در خداوند عذاب وزنین و دردناک می دهد. این سه طایفه کی است؟ پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین بروک شه، پاچه ایزار شه، اگر از استخوان همین پایش که بجلک میگه ما و شما، یا لباس های کرته های درازی که دارن، بسیارتر عرب ها می پوشند کرته های درازه، اگر از همین بجلک های پا اگر پایان تر باشد و نیتش کبر باشد، یک گروش انا همین است که در روز قیامت در عذاب پروردگار دچار می شود. امروز بینیم بسیاری ما و شما احتیاطاً همون پاچه های بروک ما بالا میکنیم تا که در همین وعید داخل نشویم. لیکن کسی اگر از حساب کبر اگر این پاچه های بروک کشال کند، در همین وعید داخل می شود. دوم، والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب، دوم گروهی که در این وعید داخل می شود، در این عذاب داخل می شود، سوداگری هست که با قسم مالش می فروشد، قسم می خورد، هر گونه حیله ها را استفاده می برد، سوداگر خریدار مفتونی خودش میکند و مالش می فروشد. اینا هم روز قیامت در عذاب خدا گرفتار هستند. سوم کیست؟ والمنان، کسی که منت میکند، کسی منت میکند، اینم در همین وعید داخل میشود.